اگر امروز تحلیل کنیم بیش از 12 قانون کنسیونی، 22 کودکس، 400 قانون و ده ها هزار سندهای معیاری زیرقانونی دیگر است که هر یکی آن برای انسان روانه شده است. مقصد اساسی قبول قانون تنظیم مناسبت‌های جمعیتی برای رشد انسان است، حمایت حقوق انسان است و هر کسی که از آن برخوردار است میتواند که در مناسبت‌های جمعیتی منفعت‌های خود را حمایت کند. باید که سندهای معیاری حقوقی رایگان دسترس مردم گردند. اما امروز مثلا بعضی ساختارهای هستند که سندهای قبول میکنند در سامانه‌های خود جایگیر نمیکنند و شهروندان از آن برخوردار نمیگردند. زمانی آن رسیده است که در این سال این مانع‌ها از بین رود. قانون‌ها با نظر داشت تغییرات مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باید تکمیل داده شوند. پس راهی بلند برداشتن از جانب شهروندان قبول نمودن اندیشه‌هایشان درباره تغییر این یا آن سند میباشد. زمانی رسیده است که در هر یک مقامات دولتی، در هر یک ساختار قبول مراجعت آنلاینی تأسیس داده شود و کلی این کارها میتوانند برای باز هم بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مساعدت کنند.